هدف از کمپین آف پیج چیه؟ شما میخواید یک کمپین آف پیج برید. وقتی من دارم یک کمپین آف پیج میبندم، فقط دید سئو کاری دارم، میام میگم که فقط لینک رو میخوام بدم، یک جویسی به انتقال بدم، یک اعتباری رو بخوام انتقال بدم. آقا یک بحث اول سئو، افزایش رنکینگ کیوردها. من یک کیوردی میخوام بیارم بالا. دو، خیلی شماها دوست دارید که آقا کارفرماتون بگه دمت گرم من پروژه رو به تو دادم زنگ خور دارم. کارفرما چی میخواد تهش؟ زنگ خور میخواد دیگه. حالا چه از سایت خودت باشه چه هر کانال ارتباطی دیگه. یک چیز دیگه، وقتی نگاه به یک کمپین آف پیج میکنین، هر برگه‌ای که از شما انتشار پیدا میکنه توی هر سایتی حکم یک سفارتخونه رو داره که توی کشوریه. سفارتخونه مثلا ترکیه داخل ایران میگه جزء خاکش نیست. صفحه‌ای که شما ریپورتاج میرین جزء خاک سایتتونه. اگر اینجوری بهش نگاه کنید متعلق به شماست، فقط بعد به شما مثلا یک پیج رنکی رو انتقال بده، یک جویسی رو به شما بده. چرا به دید بازار، چرا ازش زنگخور درست نمی‌کنه؟ من خیلی از بچه‌ای که میان سراغ من میگم یه 3 ماه دارم کار می‌کنم، کارفرمایی میگه زنگ، میگم خب بیا تا برات کمپین بزنم زنگخورش بهتره که کنارش 2 تا دونه لینک هم برات میزنم که رتبه آدم افزایش پیدا می‌کنه. چرا به این دید بهش نگاه نمی‌کنی؟ یا شانس و اقبال هزاری بیاد 100,000 اومد. خب این 100,000 تومان چه اتفاقی افتاد؟ شد صفر. خیلی از کمپین‌های آف پیجی که شما دارید میرید، این پوله رو دارید چیکارش میکنید؟ میسوزونید. خدا خیرت بده، من خودم مردشونم. واقعیتش که میخندم، خودم رسانه دارم میزنم پولاشو دارم میگیرم. خب ولی واقعیتش اینه که شما پولاتون رو با همین دست میکنید تو جیب من، همینجوری از جیب شما فکر کن پاره شد. سخت بود 100,000 تومان نه؟ واقعیتش رو دارم میگم. شما اگر اینجوری بهش نگاه کنی که من یه کمپین آف پیج دارم میبندم 5 میلیون تومان پاره کردم رفت، هیچ رنکی هم افزایش پیدا نکرد، یه باره یک افزایش پیدا نکردم، چه اتفاقی افتاده؟ همین کارو کرد. بذار یه خورده بهتون بر بخوره. هم پول کارفرما دود شد، هم اعتبار شما دود شد، هم همه چیز.